نامزدی تهمینه ارسلان و شهزاد الفت. شهزاد الفت کیست؟ چرا تهمینه ارسلان خواسته با این پسر ازدواج کند؟ تهمینه ارسلان در کدام کشور زندگی می کند؟ مصروف چی کار باره می باشد؟ دلیل دوری تهمینه ارسلان از هنر موسیقی چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار بدید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. تهمینه ارسلان هنرمندی افغانی است که با سبک هنری خاصش و صدای منحصر به فردش در میان جوانان افغانستان با هنر موسیقی افغانستان خوب درخشیده است. تهمینه ارسلان تابعیت کشور استرالیا را دارد. وی نظر به شوق و علاقه فردیش در سال 2010 و سرودن آهنگ آغاز کرد. در آن زمان امید نظامی دو آهنگ دوگانه با تهمینه ارسلان سرود که مورد حمایت و تشویق گسترده مردم افغانستان قرار گرفت. تهمینه جدیداً آهنگ دوگانه‌اش با شهزاد الفت برادر قیس الفت نشر شد که مورد حمایت و در ضمن نقد گسترده مردم افغانستان قرار گرفت. تهمینه ارسلان در این آهنگ رفتار عاشقانه با شهزاد الفت انجام داده است که این کار تهمینه ارسلان باعث انتقادهای شدید وی شده است، ولی جدیداً دوستان و اقارب تهمینه ارسلان نامزدی وی را با شهزاد الفت تایید کرده است، ولی به دلیل وفات پدر شهزاد الفت که پدر قیس الفت می باشد محفل نامزدیشان برای مدت به تعویق افتاده است، ولی تاکنون شهزاد الفت و قیس الفت این خبر را تایید نکردند. ولی اگر این خبر حقیقت داشته باشد، من از صمیم قلب این پیوند را تبریک گفته آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای تهمینه ارسلان و شهزاد الفت از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای هر یک از شما نازنینان تمنا دارم. تا درودی دیگر همتان را به الله منان سپرده موفق و کامگار باشید.